دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر محلی برای رتق و فتق روابط این گروه با کشورهای مختلف. رایزنی درباره شکل و شیوه این روابط هم فعلا با این شخص است: ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و مسئول دفتر قطر. او حالا یکی دو روزی است در تهران به سر میبرد با همراهی گروهی از مشاورانش. حضورشان البته کاملا رسمی است. این را سخنگوی وزارت خارجه گفت. وزارت خارجه افغانستان هم در تشریح اهداف این سفر بیانیه‌ای صادر کرد و ضمناً گفت بله در جریانیم. ایران قبل از دعوت نظرمان را پرسید. طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هست که البته استفاده از ابزار خشونت برای رسیدن به اهداف سیاسی یک روش غلطی است و این رو ما نمیپذیریم. اونها باید بیان و با مذاکره به نتیجه برسن. گفتگوی سفیر ایران در افغانستان مربوط به همین روزهای اخیر است، اما مضمونش موضع و دغدغه ثابت و پرتکرار ایران درباره طالبان و اوضاع افغانستان است. مواضعی که در دیدارهای قبلی مقامات دو کشور و البته سفرهای پیشین نمایندگان طالبان به تهران هم اعلام شده. سفرهای رسمی و غیر رسمی که آخرینش شهریور سال گذشته بود و امروز هم در دیدار رسمی عبدالغنی و همراهانش با دبیر شورای امنیت ملی. شمخانی که پیش از این در تهران و کابل نشستهای مبسوطی با مقامات افغانستان داشته، به مهمانهایش گفت در این کشور همه اقوام باید در تعیین سرنوشتشان مشارکت کنند، آن هم مسالمت آمیز. ملا عبدالغنی هم در پاسخ گفت حفظ امنیت مرزهای افغانستان و ایران ضروری است. ما برای همکاری در این زمینه آماده ایم. طالبان که 27 سال پیش رسما در افغانستان اعلام موجودیت کرد، در این سالها کشمکش‌های فراوانی برای مشارکت در جریان قدرت به راه انداخته. درگیری‌های پرتعداد نظامی فقط وجهی از این کشمکش هاست. اما چند سالی است نیم نگاهی هم به میزهای مذاکره دارند. شاید راه حل دیگری پیدا شود. گفتگوهای صلح با آمریکا و درخواست خروج نیروهای نظامی این کشور از خاک افغانستان در همین راستا انجام میشد. 11 دور مذاکره که از اکتبر 2018 تا فوریه 2020 به طول انجامید و حالا ملا عبدالغنی میگوید به دلیل بدعهدی آمریکا نتیجهش هیچ بود. و البته این نشست‌ها به تعبیر خودشان گفتگوهای بین‌الافغانی که از چند هفته پیش میان گروه طالبان و دولت افغانستان آغاز شده. ایران به این میزهای مذاکره امیدوار است و آن را تنها راه صلح پایدار در این کشور می‌داند. تلاشی برای تضمین امنیت روزهای جوانی این جمع تا دیگر پیام هیچ پدری بر صفحه تلفن همراه فرزندش بی پاسخ نماند که جان پدر کجاست.